از نصیحت داره روحش نبرم که این غمی جان زیادتر خیره که میبر آمده این میدر آمده این جان میگه زیادتر خیره زیرا اینکه هر کسی که خدمت دین کرد جاش خالی است هر کسی خدمت دین کرد جاش خالی است هر کسی دین دوست داشت جاش خالی است هر کسی را که پروردگار در این راه خدمت کرد راه دین خدمت چه میکنه ایرا احن ایادش نبراره که فراموش نمیشود دین عزت است یک معنی دین جزا است کسی که در این راه که رفت الله جل و علا شانه جزای خیرش میتیه جزای نیکش میتیه جزاهای خوبش میتیه برای همین کوشش کنیم که خدا پیغمبرمون دور نشویم بشد حضرت مریضی روی بستر دلش در ذکر اندر بالینش سر رسید در گوش آوازی اذانش حضور کرد ناگه جسم و جانش جناب پیغمبر بیماری وقتی مردنشان رسید فرا مرگشان در بالای بستر غلطیدن حضرت میگه دراز کشیدگی بودن که ندای اذان در گوشان فهمیدن که جسم جانشان میگه در همه تکاپوت در آمد طهارت کرد بر آهنگ مسجد نمود سوی جوابی جامعان جید به پیشش بود حاضر شعری جبار مرا گفت یا علی در پشت بردار وقتی که این صدا رو فهمید میگه حضرت طهارت کرد که در پیشان حضرت علی کرم الله وجهه بودن گفتن که ای شعر خدا که علی بیا که من پشتورک مسجد بر گریب در پشت خودم شعری درگاه نبی به خود شد اندر نیمه را بخانه کرد و تازه او طهارت علی را گو باز او این عبارت ببر ما را بزودی سوی محراب زنم تا از میجه محراب را آب علی برداشت حضرت را دوباره با او شمسی دو عالم شد سواره طهارت چون حضرت شکستن آورد دوباره طهارت کرد حضرت دوباره علی را با سوار شدن علی را با حضرت اکنون با طرف محراب جناب پیغمبر را بردن بنی مراه شد از ضعف بی خود به حکم شرع و نقض وضو شد به خود آمد به خانه کرد رجعت به قصد باز تجدیدی طهارت سیم بار آمد حضرت هوشیاره با طهارت کردم وضو کرد و سوی مسجد روان شد زی ضعفش باز آن حالت عیان شد وضو کرد و برفت آخر به محراب ادا کردن نماز خود به اصحاب سه مراتب جناب پیغمبر رفتن به در محراب ایستادن و با انا همین ضعیفی سستی و همین بیماریشان نماز صحابه را خوانده دادن چنان بدری دو جا محبوب معبود برفتن پای او بر عرض میسود براهیدی نمان از بندگی ها تو چون پیرو به این شرمندگی ها خداوند از سوره اینا فتحنا امر کرد که ای پیغمبر من گناه های پیشتره تا گناه های آینده تا گناه های گذشته تا همشه بخشیدگیم اما این حضرت بین میگه در راه دین چخیل استوار بود چخیل میانشه میبست یگان بار دیده که از راه دین اخیر کشیدگی باشند ام المؤمنین مادر ما روایت میکنه که ای نماز خواندن میدیدم پنجه‌هاش ورم میکرد میگفتم پدر و مادرم فدات بود ای حضرت آخه خدا گذشته شما را آینده گناهاتون بخشیدگی ای آخه شما چی اینقدر نماز میخونی اینقدر خودتون غم میتی میگه عایشه تو مرا نمیمونی که من بنده شکرگزار باشم این شکری سلامتی ها این شکر تنجی ها این شکر بدنی خوب اینا رو میگه همش شکرش به نماز حضرت میآورد برای دین نمان از بندگی ها تو چون پیرو به این شرمندگی ها به نزدی هر طعام پهلوانی
به وقتی بندگی رنگی زنانی روی کوها به عزمی بل دسته به مسجد می شود پایت شکسته کشی چون گاو دایم باری دنیا شوی در خدمتی مولا کسل حاج اوقات می بیارن پهلوان باره میخری وقتی نماز تهجد رنگی زنکا میگه ازت بهونه میکوی رنگی چی؟ رنگی زنکا میگه بهونه میکوی کوه برای یک دسته بیل مردم میروه اما بامداد خدا میگه حی علی الفلاح به سوی نجات به کسی نمیبیو کسی میگه آماده میگه سرش نمیزنه رنگی گاو گفته برای دنیا حرکت دارید حمالی کار پوش میبرداری اما در خدمت خدا خود تنبل میگیری دوگانه کن با مرزای یگانه همه در بندگی تو در بهانه چگونه بنده ای تو ای خنک رو چی سود آدم که از لحیه کنیم آخی یک روزه میشه که دیگه ریشات ایمی غضب تا قهر همیتا میقبیل یا شرمندگی ده کندن میگیری یا روزه میشه که ریش سفید کلان میشه با آن روز میگه چی فایده آخی به همی یوشید که به همی یوشید عمره راو به همی یوشید حج فرضی راو به همی یوشید مسجد راو وای پیری هیچ معنی نداره اگر میگه به همی لحیه همی ریشکات قبیده همیتا کندن میگیریشته که من چون نکردم همی کارا شما همی کارو نکردم پشیمانی در اینجا میکند سود ندارد سود پیشی آتش و دود برنگ و بوی این مردار مستی به نام خواجه خود میپرستی دنیای مردار ده مستی میکنی گفته اما نگاه میکنی گفته اینام خدا گوزه دستی همین قدر مغرور من کردگی هایی که همین قدر مغرور من کردگی هایی که حتی رسول اکرم گفت که حضرت عمر به حضرت عمر آمد گفت قسم به خدا ای جانم بسیار تر دوستت میدارم گفت نو ایمانت کامل شد نو ایمانت کامل شد عمر یعنی هر تمام خمون سوال تیم که همین خدا و رسول چند قدر قرب داره در جانمون چند قدر در ایمانمون قرب داره دل و جانت همیشه عاشقینان زنی لافی زبانی عشق سبحان گرفتاری به نفس و فکر معده شکستی آخران دیرین وعده وقتی که میگه خیز همه راست شد فرزندای آدم پروردگار گو الستو بربکم پروردگارتون نیستم همه میگن نعرضت و قالو بلا بلی تا اللهی مای در عالمی رو اما ایجا آمده میگه فکر معده و شکم میگه او عهد شکست او عهد شکست میگه او عهد بین رفت نموشه میگه ما میثاق در او عهد و پیمان دیگر چی گفته بودیم بکاری دین تو را فرمود سرور چرا هر سو بری نام میزنی سر بکن در خدمت رزاق خود جان نبخشد کم تو را تقسیم اونان غمی جان خور که جان چون می براید غمی لقمه مخور چون آن درآید تو دان سود و زیان نی خیش ای جان که من رفتم سوی ختمی رسولان پروردگار ما رو برای راست هدایت که ما رو توفیق ده این ماه مبارک مولود برای ما مبارک گردان از آفت و بلا کلفت ما رو نگهبان باش عاقبت کار ما رو به خیر ایمان ما رو به سلامت گردان صاحب خیر خدا خیرش قبول که گذشته هاش رحمت که زنده هاش توفیق ده صاحب دکانم خدایا پدر و مادرش رحمت کن زنده هاش توفیق ده برکت در دکانش عطا فرما از آفت بلا کلفت ما را نگهبان باش ما را برای راست هدایت توفیق ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى أصحاب الأجمعين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله یعنی که پیغمبری ما پیغمبری آخر زمانه امتشم امتی آخر زمانه همین قدر دنیا پیش می روه همین قدر دنیا ترقیات می شوه ما به آخر زمان نزدیک شدن میگیریم ما به آخر زمان نزدیک میشیم ما امتی آخر زمانیم ما به حد باید هوشیار باشیم
به حد باید احتیاط کنیم. معنی آخر زمان چیه؟ عمرها کوتاه میشه. معنی آخر زمان چیه؟ فتنه زیاد میشه. معنی آخر زمان چیه؟ سحری آدما رو میبینه مسلمان بیگه میبینه ایدین برو ماده. معنی آخر زمان چیه؟ ایمان دیگه لذت نداره. معنی آخر زمان چیه؟ ایمان رنگ لخچه کمره. معنی آخر زمان چیه؟ پدر و مادرات و فرزندا زوری میکنن. معنی آخر زمان چیه؟ این دنیا را عقیده امروز نمی دنیا قدی زیباگی شای آمنت بالله و ملائکتی دیگه ای بین رفت. این همین آخر زمان ای. ما بسیار احتیاط شویم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث امام طبرانی ای خونهشان برآمدن، صحابه پرسید که حضرت تا آخر زمان چند مونده تا قیامت؟ حضرت میگه سکوت کردن و همین نظر کردن که میگه آفتاب در همین لبی کوه میگه شیشته سبت. گو بین ما و بین قیامت نمی قموندگی. یعنی خیلی ما به قیامت نزدیکیم. یعنی نگو سالشه، اشاره کردم گو دیده از این میشین آفتاب این نمی قموندگی. یعنی خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. وقتا کم میشه، فتنه ها زیاد میشه، جنگای جهانی دنیا میشه، خاک با خون یک جایه میشه، خیلی ایمان و ضعیف میشه. حتی رسول اکرم در حدیثی فتن آوردن که شما در زمین گو لا اله الا الله گو کم میوبه. برای همین برادران آخر زمان ما باید این زمان ها رو، این دوستا رو، این مکان ها رو حرمت کنیم. اینا رو حرمت کنیم. ای سهر تا بگره برای نفقه ایال واجبات ایمان حرکت نکنیم، برای روحمون هم غذا گرفتن واجبات ایمان این هم باید حرکت کنیم. جسممون رو باید حرکت کنیم، دینمون رو حرکت کنیم. هر کسی را دینداریش خوب باشه دنیاش آباد میشه. این وعده خدا و رسول ای. آخر زمان رو باید به حد احتیاط شویم که خیلی و خیلی خیلی احتیاط کنیم. جناب پیغمبر گفتن تو بالی من علیمه، خشا به حال همون مرد زنه که سه چیز دانه و جواب شبه تیه. من سه سوال میتیم شه پیغمبر گفت جواب شه تیه. ای کجا آمده، چی آمده، کجا میره. همین سه سوال اگه جواب شه تیار کنه اگه سیری دنیا معلوم میشه. فلسفه رسول اکرم بینه تو بالی من علیمه، خشا به حال همون مرد زنه که همین سه چیز دانه چیه، ای کجا آمده، چی آمده، کجا میره. همین سوال که جوابش تیار کنه سیری دنیا معلوم میشه. معلوم بده است که ما ای کجا آمدیم، ای هیچ جا، ای هیچ چیز، ای قدرت شما رو خلق کرده، ای هیچ چیز. اینه بینا ای هیچ چیز قدرتی رو باور نمیکنی. ای هیچ چیز ما رو خلق کرده. چی آمده؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و هیچ جا آمده ما را شناسه میگه، ما را شناسه، من دونه من فهم قدرتی مرا بینه، قدرتی مطلقی من بینه. الا لیعبدون من عبادت کنه، بندگی را به جا بیاره. کجا میروه هممون بینیم عاقبت کجا میروه. همین کجا میرفت اگر همین سوال کسی که دونه ایرا نغزانه که سیری دنیا را فهمیده. همه ما یک روز از این سیرای میگذاریم. خشا به حال انسان هایی که سه چیزا قدر کردن، زمان خوبه، مکان خوبه، دوستی خوبه. الحمدلله الحمدلله. خشا به حال انسان هایی که این چیزا قدر کردن، دوستای خوب استفاده بره. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی. دو تا انبیای الهی قبیله انطاکیه میبیاین، مردم دعوت میکنن. مردم این دو تا پیغمبر به سنگ چوب بیرون میکنن. وقتی بیرون برآمدند میگه از بین همون شهر هم مرد جدا میشه و ای قفای دوست خدا میدوام میبیو. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی قال یا قوم، ای مردم اتبعوا مرسلین، ای بیای قفای پیغمبر رو برویم. اینو یگان چایمو نمیخواهن، یگان چایمو طلب نمیکنن. حتی بینین که خدا در قرآن میگه والعادیات ذبحا، قسم به همین اسبای میدوان که ای سنبای و علاو میبرو، ای نفسای اونها علاو میبرو. در صبح و شام دویدن اونها در میدان های جنگ ای نفسای اونها میگه حتی علاو ای سنباشان علاو میبرو. اینه بین چقدر
این که میبروه همون اسب کلان، همون اسب وحشی، همون اسب درنده صاحب چه با یک پنجه جو، با یک آو لای و همون آو علف، همون صاحب چه چکار میکنه؟ اطاعت میکنه. تک میکشه میسته، لجامش میکشه میسته، ایدور شینگه میکشه او برای همگه. ان الانسان لربه لکنود. آخه فقط همون علف و آو داده خلاص، اما این خدا میگه همه چطور داده، میگه من گوش نمیکنه. اما یه اسب صاحبش گوش میکنه امروز. اینم قرآن و العادیات برای انا همینه. همون اسبی، انا همون اسبی درنده وحشی بادپا صاحبش اطاعت میکنه به یک لجام چرمی که فقط آوش داده جوش داده، اما این خدای یک نطفه ما را خلق کرده یوخی هیچ نداریم، همش الله داده. این پروردگار ما شکر می. ان الانسان لربه لکنود. اینو ببین، اینو میگه همین خیلی میگه اطاعت نمیکنم، گوش نمیکنم، پروردگارشون شوخی میفهمم. زمان مناسب دانیم، وقت مناسب دانیم عزیزا، حرمت یادگاری مون دانیم، قدر قیمت یادگاری مون دانیم، دوستای خدا ترس فراموش نکنیم. این ماه تولد رسول اکرم است، غنیمت دانیم، میگذره همش، نمیگذره همش. ان الانسان لربه لکنود. بسیار ما همین لجبازیم نسبت خدا، نسبت کار خدا به نهایت به حرمتیم. فلسفه جناب پیغمبر رو ببینیم که صلی الله علیه و سلم خشا به حال انسان گفت از همون مرد زن 3 سوال ده جواب تیا، ای کجا آمده، چی ده آمده، کجا میره. همین 3 سوال جوابش تیا گفته خشا به حالش. هر یک تمام کم 3 سوال جوابش خشا تیار کنه، همش تیاره. ای کجا آمدیم، چی ده آمدیم، کجا میریم. معنیش تجارت داریم، زراعت داریم، کار داریم، هر چیز داریم برادرها کردیم کنیم، لیکن باید با از این برنامه بیرون نباشیم. اخی از این برنامه باید بیرون نرویم. کجا رفتنمون هممون میدونیم. دوام قصه حضرت عکاشه با رسول اکرم. وقتی که عکاشه اکنون مهر نبوت حضرت زیارت کردن، پشت پیغمبر خدا رو موچه کردن، از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا را گرفتن، جاشون جنت المأوا شد. اکنون ما را حضرت مولوی نصیحت میکنه. هما نور الهدى محبوب سبحان، اما نور الهدى محبوب سبحان، برای حق گزاری گشت عریان. همان نور خدا، همون نور هدایت یافته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای یک تازیانه را دادن برای عکاشه. میگه پوشش لوچ شد. تو اینا شست رو بس در چی کاری، بری آزاری دلها زهر ماری. ما را نصیحت کرده سگی سر زدم، یعنی ناشست روی به معنی چیکار کرده گشته امروز هزارها دلت نش میزنی، زهر آلود میکنی. تو پگه چخه جواب میتی؟ میگم تو پگه چخه جواب میتی؟ مورا نصیحت دار حضرت مولوی. به مال غیر دندان میکنی تیز، به حالی خود بسر خاکی سیه ریز. حقی مردم دهد لذت بکامت، گلو گیرت در روز قیامت. کنی بر حال مظلومان ستم را، بسازی از نجاست پرشکم را. خرو خواب از مقصد میبرد هوش، شدی گربه برای خوردنی موش. امروز هر کسی که در حق یک انسان ظلم میکنه، حق یک آدم پامال میکنه، حضرت علی کرم الله وجهه بلند شدن بالای سر یکی از جنازه صحابه ها فرمودن پروردگار گفت حق العبد از حق الله 100 درجه پیش بردگی است. برای همین حق الله را در همه حالتو میگن به خدا حواله میکنیم. لیکن حق العبد چیه؟ کسی را آزار داده، کسی را شکنجه داده، کسی را غیبت کرده، کسی را پول امانت گرفته، بازگردانده به خوبی بیاره که حق العبد خدا نمیبخشه. ما را گفته حضرت که ای مردم، پیغمبر خدا یا توزیانه زد پشت لوچ کردن که عکاشه که من قسم میگیرم. شما گفته فکر کنی
اگر هر چیزی که امر میکنی، هر حقی را که شما فردا میگن ناحق یا آدم میگیره و دعوا میکنه. انسان ها را مظلوم نکنه، انسان ها را همچون مظلومانه استفاده نبره، زیرا که اینها فردا در حق شما دعوا میکنن. نداری ترس حق، نه از رسول شرم، بجای حق میجوی لقمه گرم، بجو حق را که هستی لقمه گور، خرامی کاسه ای چشمت کند مور. امروز یک زمانی آمد که نه ای خدا دیگه شرمنده، نه ای رسول. بسیار دوره بیزه و برادران احتیاط شویم که برای اندک نفس دنیا احتیاط کنیم که خدا و پیغمبر از ما بسیار خفه نروند، زیق نروند. همیشه حق طلب کنه، همیشه حق دوست داره، همیشه و همیشه حق طلبی، حق در درگاه خدا های، زیرا اینکه یک روز خان و همه ما پرده خاک میریم. مجو رزقی که دائم هست در پی، بجو تا روز مردن وصل آن حی، برا از فکر پر آشوب خوردن، شوند در فکر روز سخت مردن. هر آدم برادرها، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن میدانه که ثروتمندترین امت من کیست؟ اصحاب گفتن خدا و رسولش میدونه. گفت ثروتمندترین امت من کسی هست که هر صبح و شام فکر مردنش میکنه، هر فکر و شام، هر صبح و شام فکر مردنش میکنه. همون شب ما در اینجا قریش رالی قد حاصل کردیم، شوخی کردیم، خندیدیم. روز پنجشنبه بود، روز یکشنبه را پرده خاک. اینم باید ببینه که 2 روز 3 روز بود، نمیدونه فردا کی در کجا، هیچ کس نمیدونه. یه بار میگه اینم کردن در کارای، اینم فکر کنیم. کنی نکته ها را حلقه گوش، ترا شهدی بهشتی می شود نوش، ترا زین مدعا دادم بشارت، کنم پرواز سوی کوی حضرت. اگر گپای من گوش کنی گفته فردا جا جنت های. حضرت مولوی این یک از ولی های خدا های. افسوس که نه به گفتش کار کردیم، نه به گفتهاش عمل کردیم. حتی نگاه میکنیم که نزدیکترین انسان هاش هم حتی که به گفت حضرت عمل نکردن. مراعات کرده که اگر این نقطه های من گفتگی را گوش کنی که فردا تو جنت میری. نصیحت میکنه که اکنون همه این دعواها مدعاها را در شما رساندم، من با قصه رسول اکرم میکنم. مکانها به خودشون فضیلت دارند. یک رکعت نماز در کعبه برآورد 1000 رکعت اینجا فضیلت داشت. تمام دنیا را دوست داره، اما هیچ محل فضیلت و مرتبه او را برآورد مکه و زمین قدس ندونه. این دو زمین زمین پیغمبرای. وطن دوست می‌داریم، دیه را دوست می‌داریم، همه جا را دوست می‌داریم، لیکن قسم به خدا یک دانه سنگ مکه را قدی بیت المقدس ای تمام وطنا بالا دونه. ما مسلمانیم آخی، تمام جا بعد هر دیجه میسته، هر دی این زمین پیغمبرای و قبله مونای و ایش چیه؟ و ایش بیت المقدس، این زمین پیغمبرا اولین قبله مسلمان ها. بعد این به ما دوست می‌داریم. هر یک سنگ و خاک و دیار وطن و ده همونه به دوست می‌داریم مثل جان ما. اولین برای ما دوست داشتن برای هر یک فردی مسلمان این نغز دانه که زمین حرم بیت المقدس هست، زیرا که اینجا را قرآن تعریف کرده. قبله های اونجا در ما سجده کردگیم، در اونجا ما نماز ما میخونیم، در اونجا ما دعاهامون رو به اونها میکنیم. بعد هر دو مکان مقدس برای هر مسلمان به مقدس برای او وطن شد. این یعنی که این اعتقاد هر یک مسلمان است. اینا نغزانیم که ما باید قبله ما دوست داریم. اولین قبله ما بیت المقدس بود، دومین قبله ما کعبه شریفه که همه ما میدونیم که چه مقدس همون. یک رکعت نماز در اونجا فضیلت چه تمامی زمین فرق داره. من مکان‌ها فرق میکردیم. انا اینجا مکانی خوبه. دوم دوست های دست نته. اینا نغزانی خیلی که اوزی دوست هم موندگی نیست، لیکن دوستی خوب هم دست نته. دوست هم موندگی نیست، لیکن دوستی خوب های دست نته.
در هر یک مکان و زمان و کجایی دم که باشه آدم خوب ایدست نته، آدم خوب کمای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرموده که هر کسی شما را به سوی خدا به سوی دین میبیارن و دوست شما. بسیاری آدم ما را خدا دور میکنن، بسیاری انسان ها ما را ای دین دور میکنن. کسی برای دین ما را وصیت موعظه میکنه انوای دوستی ما، اینا را دوست داره، اینا را حرمت کنه. دوست هم ای دست نته، زیرا دوستی خوب این زمان را یافتن به حد خیل ده.